به نام خداوند بخشنده مهربان. با دوره‌های کوچینگ در خدمت عزیزان هستیم. همه ما آدم‌ها می‌خوایم به موفقیت برسیم و با رسیدن به موفقیت احساس خوشبختی و شادی داریم. حال برای رسیدن به موفقیت که یکی از نکات خیلی بارز و مهم این موفقیت چی میتونه باشه، می‌خوایم اینجا خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. اولین و مهمترین گام در این دوره‌های موفقیت خود فرد. خود فرد، افکار خود فرد، عملکرد خود فرد و جواب‌ها و فرکانس‌هایی که خود فرد از این کائنات و از عملکرد کارش میگیره چی میتونه باشه. ببینید خود فرد و قبلا هم ما عرض می‌کردیم، میگفتیم که برای رسیدن به موفقیت 3 چیز لازمه: یادگیری، اقدام، عمل. الان هم همین حرفا رو ما عرض می‌کنیم. ولی برای سوق دادن شما به موفقیت تنها چیزی که اینجا میتونه مهم باشه خود شما هستید. جسم خالی نمیتونه به موفقیت برسه. خیلی از افراد بهشون پول میرسه، ثروت بهشون میرسه، ولی نمیدونه با این ثروت خودشون چیکار بکنه. هاج و واج میکنه. ما حرفمون با اون دسته از افراد نیستش. کسی هم که از صفر داره شروع میکنه میتونه به سود و به اون مسیر موفقیت برسه. خب در این موفقیت چی نیاز داره؟ خود فرد با اراده خود. خب شما فرکانس مثبتی به کارتون، به اون مسیری که میخواین برسید داشته باشید، پس فرکانس مثبتی از اون مسیر دریافت میکنید. فرکانس وقتی مثبت باشه، جواب هم مثبته، ثروت هم به مراتب بیشتر میشه. ثروت بستگی داره که شما دیدگاهتون چی باشه. اگر میخواین در زمینه‌های کاری خودتون به جاهای مثبتی برسید، پس باید اولین کار اینه که اراده داشته باشید. دومین کار اینه که باید یاد بگیرید. الان جامعه ما رو به پیشرفت و با انواع و اقسام تکنولوژی دارن رو به جلو میرن. دیگه این مثل سابق نیست، یعنی مثل قبیله‌های چندین 10,000 سال پیش نیست که این شهر با اون شهر ارتباط نداشته باشه. الان شما که تو ایران هستید، شما که در آمریکا هستید، شما که در هر کشوری هستید، میتونید با هر کشوری که دلتون بخواد ارتباط برقرار کنید. میتونید از فضای مجازی، از آموزش‌هایی که میذارن شما میتونید استفاده بکنید بدون که مثلا هزینه بکنید. اما هزینه رو برای کجا باید بکنید؟ این رو باید یاد بگیرید و به یاد داشته باشید که هزینه رو شما باید جایی هزینه بپردازید که شما رو سوق بده به موفقیت. شاید آموزش رو یاد بگیرید با دیدن و شنیدن، از کانال‌های مختلف یاد بگیرید، ولی هزینه رو باید جایی بپردازید که از تجربه طرف استفاده بکنید. فردی که رفته اون موفقیت رو لمس کرده، نه فردی، نه هزاران فردی که دارن میگن آقا بله این کارها رو انجام بدین به موفقیت میرسید. شما وقتی به اون تکنیک‌ها رو پی میبرید و اون تکنیک‌ها رو انجام میدید، احتمال هم داره به اون موفقیت برسه و احتمال هم نداره به اون موفقیت برسه. پس به دنبال افرادی باشید که اون موفقیت رو تجربه کرده. پس آموزش رو فرا گرفتید. این کسی که به هر حال یک کتابی رو مطالعه میکنه و من چطوری میتونم یک راننده بشم. پس دنبال فردی باشید که تجربه رانندگی کردن رو داره. در حال همیشه با کتاب نمیشه رفت جلو. کتاب هم درست احتمالات هستش دیگه. نباید آزمون و خطا انجام داد. پس برای یک موفقیت زود هنگام آموزش ها رو ببینید. ولی اگر خواستید هزینه بکنید، تجربه فرد رو بخرید که زودتر جا پای طرف بذارید و به موفقیت برسید. در هر زمینه شغلی، کاری، روحی، عرفانی، فلسفی، کلامی و بعد علمی باشه، غیر علمی باشه، تجربی باشه، غیر تجربی باشه. پس افرادی هستن که این جامعه قبل از شماها در این مسیر حرکت کردن و با چالش‌های مختلفی روبرو شدن و تونستن اون چالش‌ها رو حل بکنن. شما دیگه لازم نیست اون چالش‌ها رو روبرو بشید. اگر هم هزینه خواستید بکنید، از تجربه‌های اون فرد استفاده بکنید. اگر در زمینه زیبایی دارید کار می‌کنید، در لاین زیبایی دارید کار می‌کنید، این یه مثاله. سراغ افرادی برین که لاین زیبایی خودش مثلا داره، مثلا در زمینه زیبایی داره کار می‌کنه. این آقا در چندین زنجیره زیبایی راه انداخته. تو چه کار کردی؟ فقط یه تجربه مثلا چند سطری رو به شما انتقال میده و شما میتونید از اون تجربه به نحو احسن استفاده بکنید و به موفقیت زود هنگام هم دست بزنید. پس در این راه چی نیاز دارید؟ اراده خودتون، فرکانس مثبتتون، جواب مثبتتون و صبور باشید. کوچینگ یا هر عنوانی که انسان‌ها رو به موفقیت دعوت میکنه، همین رو به شما میخواد انتقال بده.